بنیاد بنای 14 آشیانه استقامتی در چهارراهه خیابان مرکزی شهر خورخ ولایت مختار کوهستان بدخشان در حال انجامیابی است. کارگران به بتانپوشی آخرین آشیانه این بنا آغاز نموده تا آخر سال آن را به انجام می‌رسانند. در آشیانه اول این بنا مرکزهای سودا و خدمت رسانی جایگیر می‌شوند. این نخستین بنای 14 آشیانه در شهر خورخ است. اطلاع داده است مخبر منطقوی خاور فیض میرسند تاکورسی این بنای استقامتی در چهارراهه خیابان مرکزی سال گذشته نهاده شد و در ظرف یک سال 90% کارها به انجام رسیدند. قبلا 3 بنای نو آشیانه در محله ناصر خسرو بنیاد گردیده بودند. بنای مذکور نه تنها از جهت بلندی بلکه از نمود ظاهری و داخلی نیز نسبت به بناهای دیگر استقامتی فرق دارد. به گفته رهبر جمعیت مسئولیتش محدود پامیرساز امیدجان شریفوف این بنا از 140 خانه 1, 2 و 3 حجرگی عبارت بوده. همه خانه ها با معیارهای مطابق به زمان معاصر ساخته و آرایش داده می شوند. کارهای اساسی ساختمانی به انجام رسانیده شدند. هفته آینده کارگران به اندازه‌کنی خانه ها شروع کرده آن را در فرصت کوتاه به انجام می رسانند. حالا در شهر خورخ ساختمان 3 بنای استقامتی 4, 9, 12 و 14 آشیانه ادامه داشته هر 4 بنا سال آینده به استفاده داده می شوند. بعد به استفاده دادن این بناها قریب 500 خانواده مرکز ولایت با منزل استقامتی تامین می گردند.